با سلام به دانش آموزان عزیز. یکی از مسائل دیگر رابطه استحکاک و شتاب نیرو رو با هم بررسی میکنیم. با یک نیروی جلوبرنده جسمی به جرم 15.5 کیلوگرم. ببینید بچه ها، اینجا ام رو داده، روی سطح افقی با شتاب 2 متر بر مربع ثانیه. خب اینجا ما آ رو هم داریم. اگر مقدار نیروی استحکاک بین جسم و سطح افقی 5 نیوتن باشه، پس بچه ها اینجا ما F را هم داریم. در این صورت نیروی جلو برنده چند نیوتن خواهد بود؟ خب طبق معمول ما فرمولی که داریم اینه که آ برابر است با F1 منهای F2 بر روی چی؟ M. چون ما اینجا دو تا نیرو داریم دیگه، دو تا نیرو داریم که یکیش مشخص نیست، یعنی F1 مشخص نیست، یعنی علامت سواله، و F2 ما 5 نیوتونه. خب حالا خیلی سریع ظرف 30 ثانیه ما این رو حل میکنیم. آ که مقدارش 2 هست، 2 متر بر مربع ثانیه، برابر است با 15.5 کیلوگرم در F1 منهای 5 نیوتن. خب طرفین وسطین میکنیم بچه ها. 2 ضرب در 15.5 میشه 31، برابر است با F1 منهای 5 نیوتن. خب F1 برابر میشه با 31 به علاوه 5 میشه چی؟ 36 نیوتن. بنابراین گزینه 3 جواب صحیح ماست. امیدوارم لذت برده باشید. شما را به خدای بزرگ میسپارم.